هر مردی فکر میکنه میدونه زنها به چی فکر میکنن. مثلا قرارهای عاشقانه، بوسه های شیرین، گل روی تخت. ولی یه حقیقت تلخ هست که هیچ وقت راحت نمیگن. اون چیزیه که واقعا شبها توی ذهنشونه. خیلی تاریکتر، اولیه‌تر و خطرناکتر از چیزیه که بخوان بهت بگن. زنها هیچ وقت این رو بلند نمیگن. حتی به دوستاشونم نمیگن. ولی هر زن یه خیال خاص داره که توی دلش میجوشه. یه خواسته مخفی که اگه بفهمی حسابی شوکه میشی. و به دلیل این که پنهونش میکنه اینه که اگه بفهمی دیگه نمیتونی مثل قبل بهش نگاه کنی. پس خوب گوش کن، چون قرار راز واقعی خواسته های زنها رو بهت بگم. وقتی بفهمیش دیگه هرگز مثل قبل نمیبینیشون. اولیش اینه، رویای ممنوعه از دست دادن کنترل. هر زنی این خیال رو توی گوشه های ذهنش داره. هیچ وقت توی دفترچه خاطراتش نمی نویسه. حتی بهت هم نمیگه. حتی اگه خیلی هم بهت اعتماد داشته باشه. ولی این آرزو اونجاست. سوخته و پنهون. منتظر یه فرصت. این رویای ممنوع است. یعنی اینکه کنترل تو رو از دست بده. از بیرون زنها یاد گرفتن خودشون رو قوی و مستقل نشون بدن. مدیر باشن. خونه و زندگی رو بچرخونن. میگن نیازی به کسی ندارن. خودشون کنترل همه چیز رو دارن. و واقعا هم دارن. ولی توی دلشون کنترل چیزی نیست که هیجان زدشون کنه. بلکه خستهشون میکنه. بدنشون یه چیز دیگه ای میخواد. میخوان یه مرد باشه که باعث بشه احساس امنیت بکنن. طوری که بتونن رها بشن. نقش بازی کردن رو کنار بذارن. کنترل رو بهش بدن و از خود بی خود بشن. کاری که توی بقیه زندگیشون نمیتونن انجام بدن. به همین دلیله که زنها جذب مردای مطمئن و با اعتماد به نفس میشن. مردایی که وقتی وارد اتاق میشن انگار از قبل میدونن کی هستن. چون توی دلشون آرزوی ممنوعشون اینه که توی اون اطمینان غرق بشن. هدایت بشن. خواسته بشن و حتی تحت تاثیر نیرویی باشن که نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن. فکر کن کل روز تصمیم میگیره، برنامه ریزی میکنه، مسئولیت ها رو توی ذهنش بالا پایین میکنه. ولی هیجان خواسته توی بدنش زندگی میکنه، نه ذهنش. بدن نمیتونه به برنامه ها و جدول ها فکر کنه. بدن آرزو داره رها بشه. از کنترل بی‌وقفه خلاص بشه. وارد یه حالت اولیه بشه که خودش رو فراموش کنه. به همین خاطره که توی خیالات مخفیش خودش رو توی موقعیت‌هایی تصور میکنه که کنترل با خودش نیست. مرد برای هر کاری اجازه نمیگیره. لازم نیست نگران ظاهر و حرفاش باشه. توی رویای ممنوعش فقط رها میشه. نابود میشه. اجازه میده تمایل خام و بی‌پروایی اون رو در بر بگیره. و یه نکته جالب، هرچی زن قوی تر و مستقل تر باشه این خیال قوی تره. مدیر عامل، کسی که همه چیز دستشه، بیشتر دلش میخواد توی خلوت تسلیم بشه. چون هرچی دیواره های زندگیش باره تر باشه، رها شدن توی آغوش یه مرد که میتونه و میدونه که چی کار باید بکنه شیرین تر و جذاب تر میشه. ولی هیچ وقت این رو بلند نمیگه. چون ریسک داره. این باعث میشه آسیب پذیر بشه و نگران باشه که اگه این رو بگه دیگه به چشم یه زن قوی مستقل دیده نشه. میترسه که تو یا هر مرد دیگه نگاهتون عوض بشه. چون وقتی میخوای تسلیم بشی یعنی داری بخشی از قدرت و کنترل خودت رو از دست میدی. و این برای زنهایی که توی زندگی روزمرهشون همه چیز رو کنترل میکنن خیلی سخته. اما واقعیت اینه که همین رویای ممنوعه همون چیزیه که زنها توی دلشون دوست دارن. یه جایی تو عمق وجودشون دلتنگ اون حس رها شدن هستن که همه فشارها و مسئولیتها رو بذارن کنار و فقط باشن. بودن توی آغوش یک مرد که میدونه داره چی کار میکنه. کسی که میتونه اون رو ببره به جایی که خودش نمیتونه بره.
پس اگه دنبال این هستی که بفهمی زنها واقعا چی میخوان، بهتره که بدونی اونا توی خلوتشون دنبال یه مردی هستن که بتونه باعث بشه حس امنیت بکنن، طوری که بتونن رها بشن و کنترل رو بهشون بسپارن. نه فقط یه مرد با ظاهر جذاب، بلکه یه مرد با اعتماد به نفس، قدرت و ثبات که بتونه هدایتشون کنه. این راز بزرگ و پنهونیه که زنها توی سکوت آرزو دارن و همیشه مخفی نگهش میدارن. وقتی بفهمیش دیگه نمیتونی مثل قبل به زنها نگاه کنی، چون میدونی که پشت اون ظاهر قوی و مستقل یه دنیای پیچیده و عمیق از تمایلات و آرزو هست که کمتر کسی ازش خبر داره. اما یه نکته خیلی مهمتر این خواسته زن هاست. اصلا به معنی ضعیف بودن یا نیازمند بودن نیست، بلکه نشونه قدرت واقعیشونه. وقتی یه زن بتونه کنترل رو رها کنه، یعنی اونقدری قوی و مطمئنه که بتونه خودش رو دست یکی دیگه بسپاره بدون اینکه نگران باشه آسیب ببینه یا ازش سوء استفاده بشه. این حس تسلیم شدن یه جورای آزادیه که تو هیچ جای دیگه از زندگیش نمیتونی پیدا کنی. زندگی پر از مسئولیت‌ها و فشارهای روزمره است. اون وقت این لحظه ها که میتونه رها بشه و فقط باشه، مثل یه نفس عمیق توی هوای تازه است. و مردی که این حس رو به زن بده نه فقط یه شریک عادی، بلکه یه نیروی قدرتمند که میتونه زندگیش رو عمیق‌تر و پرمعناتر کنه. زنی که این حس رو تجربه کنه یه بخش از خودش رو پیدا میکنه که مدت هاست پنهونه و منتظر زنده بشه. پس اگه میخوای با یه زن رابطه عمیقی بسازی، اول باید بدونی چیزی که واقعاً براش مهمه این حس امنیت و رها شدنه. یه مردی که بدون ترس و شک با اطمینان قدم برمیداره و اجازه بده زن کنارش اون بخش از وجودش رو که همیشه مخفی بوده نشون بده. این رویا و آرزو همون چیزیه که زنها توی سکوتشون بهش فکر میکنن و شاید هیچ وقت به زبون نیارن. ولی وقتی بفهمیش رابطتون میتونه یک لحظه به یاد ماندنی بسازه. و اگه یه لحظه یه گوشه از این خواسته مخفیشون رو ببینی، اگه یه جوری اتفاقی رو بره، شوکه میشی که این حس توشون چقدر عمیق و ریشه داره. حالا بریم سراغ روانشناسی قضیه. چرا این خیال انقدر قوی و عمیقه؟ همش برمیگرده به قطبیت یا تفاوت انرژی زن و مرد. انرژی زنونه و مردونه دو قطب مخالفن و به همین مخالف بودن باعث میشه که اون دوتا خیلی جذاب به نظر بیان. وقتی یک مرد اون اعتماد و ثبات درونی رو زندگی میکنه، غریزه زنونه ناخودآگاه نرم میشه و باز میشه و رها میشه. این ضعف نیست، این بیولوژیه، روانشناسی و همون رقص قدیمی زن و مرده که از اول تاریخ بوده. و اینجا راز اصلیش این خیال از دست دادن کنترل درباره خطر نیست، درباره امنیته. یه زن وقتی بگه مرد میتونه تسلیم بشه که عمیقاً بهش اعتماد داشته باشه. برای همینه که مردها مردد، قرقرو یا اونایی که مدام دنبال تایید گرفتن هیچ وقت این بخش از زن بودن رو نمیتونن ببینن. اونها حس تسلیم رو بیدار نمیکنن، حس احتیاط رو بیدار میکنن. اما مردی که آروم و مطمئن حرکت میکنه التماس نمیکنه، دست پاچه نمیشه. همونه که این فانتزی رو مخفی توی زن باز میکنه. چون زن بی هیچ کلامی حس میکنه که اون مرد میتونه از پسش بر بیاد و وقتی این حس رو پیدا کرد کل بدنش رها میشه. یه تصویر توی ذهنت بساز. توی یه مهمونی یا رستورانیت اون داره مکالمه رو هدایت میکنه، با مزه است، با اعتماد به نفس، همه رو جذب خودش کرده. بعد تو خم میشی سمتش، صدات رو پایین میاری و بهش میگی 5 دقیقه دیگه داریم میریم. تو هم میای؟ سوال نمیپرسی، توضیح میدی. فقط با اون قطعیت و اطمینانی میگی که جای هیچ شکی نمیذاره. یعنی تو هم میای. از بیرون ممکنه لبخند بزنه، اذیتش کنه یا چشم بچرخونه، ولی توی دلش داره میلرزه، چون تو اون لحظه توی ذهنش یه تصویر خیلی قشنگ کشیدی.
دقیقاً همون فانتزیه که هیچ وقت اعتراف نمی‌کنه و تو اون رو روشن کردی. رویای هدایت شدن، خواسته شدن و تسلیم شدن در برابر نیرویی که نمیشه مقاومتش کرد. و خطرناکترین بخش اینه که وقتی این بخش رو بیدار میکنی دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیتونی بهت نگاه کنه. چون هر مرد دیگه بعد از اون ضعیف‌تر به نظر میاد. تو میشی همونی که به اون راز مخفی دست زدی. همونی که چیزی رو بهش دادی که هیچ وقت نمیگفت دنبالش بوده. لذت از دست دادن کنترل. پس وقتی زنها درباره مرد ایدئالشون حرف میزنن و از کارهای مؤدبانه و رمانتیک و قابل قبول اجتماعی میگن، یادت باشه این یه نقابه. این اون نسخه امنیه که میتونن بلند بگن. ولی فانتزی که شبها بیدارشون نگه میداره اونیه که هیچ وقت به زبون نمیارن. این رویای ممنوعه که بالاخره بتونن رها بشن، خودشون رو بسپارن به دست مردی که تردید نداره. کنترلشون رو بدن و لذتی که تجربه کردن رو به هیچ قیمتی نمیتونه کنترل کنه. هیچ وقت بهت نمیگه، اگه بپرسی انکار میکنه. ولی وقتی توی چشماش ببینی، وقتی توی بدنش حس کنی، میفهمی هر زن این رویای ممنوعه رو توی خودش داره. تنها سوال اینه که تو مردش هستی که بیدارش کنی یا نه. پس این همون حقیقتیه که هیچ وقت اعتراف نمیکنه. هر زن این فانتزی ممنوعه رو با خودش حمل میکنه. لبخند شیرین میزنه و از رمانتیک بودن حرف میزنه. از گل و شم میگه، ولی پشت درهای بسته توی سایه های ذهنش دلش میخواد کنترل رو از دست بده. میخواد خواسته بشه. میخواد اونقدر عمیقاً طلب بشه که نتونه مقاومت کنه. بیشتر مردا هیچ وقت این بخشش رو نمیبینن. چون زیادی امن، زیادی مؤدب یا زیادی ترسوان که جلو بیفتن و این فانتزی رو خاک میکنه. نقش زن خوب رو بازی میکنه، ولی توی دلش دنبال مردیه که جرأت داشته باشه این رویا رو بیدار کنه. حالا سوال اینه، تو قراره اون مرد باشی؟ با چشمات روی این حقیقت بسته میمونه و میذاره آرزوهاش فقط توی تخیلش بمونه یا توی دستای تو. اگه میخوای از این واقعیت‌های خام و بی‌پرده زنها بیشتر بدونی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن، چون چیزی که بهت گفتم فقط شروعشه. و حتما توی کامنت ها بنویس، به نظرت زنها حاضرن این فانتزی رو مستقیم بگن یا تا ابد مخفی نگهش میدارن؟ دوست دارم نظرش رو بدونم، چون وقتی این رویای ممنوعه رو بفهمی دیگه فقط یه مرد نیستی، میشه تنها مردی که هیچ وقت فراموشش نمیکنه. خب دوستان، اگه این حرفا براتون جالب بود و دوست دارین بیشتر از این رازهای خام و واقعی که زنها بدونید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. کلی مطالب ناب و حقایق جالب دارم که قراره باهاتون به اشتراک بذارم. همچنین خوشحال میشم توی کامنت ها نظرتون رو درباره این موضوع بدونم. پس بیاین با هم یاد بگیریم و بهتر همدیگر رو بفهمیم. ممنون که تا اینجا همراه بودید. دوستتون دارم و منتظر ویدیوی بعدی باشید.